کارمندان باجخانه فرودگاه دمدید و شهر مسکو پایتخت روسیه از بغاج یک مسافری که از تاجیکستان آمده بود مبلغ بزرگ اسعار خارجی را پیدا کردند. گفته می شود این مسافر که شهروندی روسیه را داشت $60,000 پول نقد را به فلگه ها پیچانده در بین گوشت کوفته یا کتلت ها پنهان کرده است. دفتر مطبوعات خدمات فدرالی باجخانه یا گمرک روسیه روز 14 دکمبر سال 2022 با نشر یک اطلاعیه گفت کارمندان باجخانه دمدید و در بین محصولات گوشتی حسیبی پر از دلار پیدا کردند. یک مسافر پرواز خجل مسکو میخواست قریب $60,000 را غیر قانونی وارد کنند. این شهروند 29 ساله روسیه را در رو سبز منع کردند. این مبلغ بزرگ اسعار خارجی نقد را او به فلگه پیچانده و در درون گوشت کوفته و دیگر محصولات خوشخور گوشتی پنهان کرده بود. باجخانه روسیه گفت طبق قانون بدون اعلامیه گمرکی به قلمرو این کشور می توان تنها مبلغ برابر تا $10,000 وارد کرد. به این مسافر بر اساس قسم 2 ماده 200 کودکس جنایتی روسیه برای قاچاق مبلغ مخصوصا بزرگ همچون جزا جریمه به اندازه 15 برابر مبلغ قاچاقی یعنی قریب $500,000 و یا تا 4 سال حکم زندان تهدید می کند.